من در این لحظات پایانی برنامه فقط یک مطلبی رو دوست دارم اینجا نشون بدم. یعنی الان میگن که شما به این قزوینی چیزی نگو. آخه تو رو به خدا میشه به این آدم چیزی نگه بهش. من یک مطلبی رو اینجا خدمتتون نشون بدم. این در مورد اهل سنت احمد جان یه سوال دیگه خدمتتون داشتم که در رابطه یه سری از مدعاها میگن مثلا هرچه سنیان حرامزاده هستن، ما با حرامزاده ها سری برادری نداریم. از نظر شما این چه جایگاهی داره؟ جوابش رو بهمون بدن ممنون میشه. خواهش میکنم. شما شیعه هستید آقای محمد علی؟ بله. بسیار خوب. باهاتون خداحافظی میکنیم. خدا نگهدارتون بشه انشالله. البته این توهین جسارت از هر کسی صادر بشه قطعا این که بیان بگن نمیدانم اهل سنت حرامزاده هستن، این آقا یا جاهله یا مغرض و معانده. بله و توقع اگر جاهل هست باید روشنش کرد که ما معتقدیم اهل سنت که هیچی، یهودی ها که با هم ازدواج میکنن، مجوسی ها که ازدواج میکنن، این زن مال این شوهره. اگر یک مجوسی، یک یهودی، یک مسیحی زنش طلاق بده، بلافاصله یک مسلمان نمیتونه باش ازدواج کنه، باید عده نگه داره بعد ازدواج کنه. من نمیدارم این آقایان اصلا به قول میفهمن یا نمیفهمن این چیزی ها. این از این جهتش که این تعابیری که اینها دارن به کار میبرن، بله نسبت به نواسب ما روایت داریم. نواسب کسانی هستن که به ائمه فحش میدن، ناسزا میگن. ما گمان نمی کنم در کره زمین در تاریخ اهل سنتی پیدا کنیم که به ائمه ناسزا بگن، به اهل بیت فحش بدن. اون کسی که به اهل بیت فحش بده نه تنها اهل سنت نیست، مسلمان هم نیست. بله. در رو هیچ. حالا خب در اینجا این آقا گفت که اولا اینایی که به اهل سنت گفتن حرامزاده، اینا چیز نیستن، اینا عالم نیستن، اینا انسان‌های جاهل هستن. و این که ما گفتیم که نواسب حرامزاده هستن، نه اهل سنت. ببینید که این انسان وقیح چقدر دروغ میگه. من در مورد اهل سنت این کتاب روضة الکافی میگه که از ابی جعفر امام باقر روایت کرده که ان بعض اصحابنا یفترون و یقذفون ممن خالفهم. بعضی از شیعیان از اصحاب ما تهمت میزنن، افترا میبندن به مخالفینشون. فقال لی الکف عنه مجبل، یعنی نگید این حرفا رو خوبه. ثم قال، بعد از اون گفت والله یا ابا حمزه، والله ای ابو حمزه، ان الناس كلهم اولاد البغایا ما خلا شیعتنا. غیر از شیعیان ما همه مردم اولاد زنا هستند. خب الان این که میگید که بله ما به یهود و نصارا این حرف رو نمیزنیم، ما خب این روضة الکافی کتاب کیه؟ کتاب کلینی، کتابی که میگن امام زمان اومده زیرش توقیع کرده که الکافی کاف لشیعتنا، این کافی برای شیعیان ما کافی است. خود کلینی صاحب این کتاب گفته من غیر از روایت صحیح در این کتاب چیز دیگری جمع نکردم. در اینجا میگه که والله یا ابا حمزه ان الناس كلهم اولاد البغایا ما خلا شیعتنا، غیر از شیعیان ما همه مردم ولد الزنا هستن. یعنی توهین به مادران همه مخالف غیر شیعه، یهودی است، نصرانی است، سنی است، شافعی است، مالکی است، همه. این از اینجا. در این کتاب در تفسیر عیاشی در صفحه 398 روایتی رو میاره که من خجالت میکشم از ذکرش در اینجا، اما این آخوندهای بی شرم و بی حیا اینا رو در کتاباشون آوردن. اینم نسبت دادن به جعفر ابن محمد
رضی الله تعالی عنه هاشا و کلا که اهل بیت پیامبر اینطوری حرفا رو بزنن که وقتی دختر یک سنی به دنیا میاد و بچهش به دنیا میاد چی کار میکنه شیطان با اونا و در آخر چی میگه؟ میگه همه دخترای اهل سنت فاحشه هستن و همه بچه هاشون لوطی هستن. این رو در کتاب تفسیر عیاشی محمد عیاشی از مؤسسه بیس در قم سال 1421 هم چاپ کردن. حالا این آخونده هر چی که میخواید اسمشو بگذارید بیاد اینو انکار بکنه. اهل مصر همه دیوس هستن، اینو در کتابش نوشته در بهارالانوار مجلسی جلد 60 صفحه 211. تشکر میکنم احمد جان. اهل سودان و خوزستانی ها چی گفته؟ امام صادق فرمودن که حلاوت و شیرینی ایمان در دل سندی و زنکی و خوزستانی و کرد و بربر و مردم سرزمین پرنشیب و فراز در دل کسی که مادرش او را از زنا آموخته شده بود راه نمی‌یابد. یعنی کردها، خوزستانی‌ها، بربرها، سندی‌ها، زنگی‌ها اینا مؤمن نیستن چون ایمان در دل اینا وارد نمیشه. اینا در کتاب الخصال شیخ صدوقشون گفته، شیخ کذوب. توهین و تهمت به اهل سنت که بارها نشون دادم که برای اینها از جمله فضائل اعمال محسوب میشه. در این کتاب روضة الکافی ترجمه فارسیش هم براتون پیدا کردم که ابو حمزه گفت به امام باقر عرض کردم به راستی بعضی از شیعیان بر مخالفین افترا می‌بندند و ایشان آن حرامزاده می‌خوانند. حضرت فرمود خودداری از آنها نیکوتر است. سپس فرمود ای ابو حمزه به خدا سوگند که همه مردم زنازادند جز ما و شیعیان ما. اینم در ایران چاپ شده، روضة الکافی با ترجمه عباس دشتی. اینم شناسنامه کتاب. تشکر می‌کنم از شما احمد جان عزیز. در اینجا این در کتاب فیض القدسی هست فی ترجمه العلامه مجلسی. در اینجا یکی از میرزا محمد شیروانی که فاضل و معظم و عالمشون بود، ایشون اهل سنت رو، ایشون از اهل زهد و تقوام بوده، ایشون اهل سنت رو دعوت میکرده. کان یوزیف اهل سنت الی بیتی، اهل سنت رو در خونش دعوت میکرده و با صبر میکرده. یصبر علیهم الی ان تحصل له فرصه، یک دنبال فرصت میگشت و یتمکن مما یرید، بعد از اون چیزی که میخواست انجام میداد. چیکار میکرد؟ فکر میکنید بر مهمانداری میکرد، میزبانی میکرد؟ ببینید که این عالم فاضل شیعه چیکار میکرده. فیاخذ مدیت بیده المرتعشه، یک چاقوی رو میگیره به دستای لرزانش چون سنش از 90 سالم گذشته بود. فیضعها فی حلق احدهم، میذاشت تو حلق اون سنی. فیقتله بنایت الزجر، با زجر کشش میکرد. کانو یصومون فیریدون ان یفطروا، این فرقه حیدریه، کانو یصومون فیریدون ان یفطروا به حلال، روزه میگرفتن و میخواستن که با رزق حلال برن چیز بکنن. فیمشون الی دکاکین اهل السنه، میرفتن به دکانهای اهل سنت او بیوتین فیسرقون شیئا و یفطرون به، میرفتن از خونه دکانهای اهل سنت دزدی میکردن و روزشون رو افطار میکردن. اینم از اخلاق مهمانداری شیعیان اثنا عشری که در اینجا در موردشون این حرفا رو زده. اگر بخواید در این مورد یعنی واقعا مطالبی دارن در کتاباشون که قزوینی گفت که ما نواسب رو بگیم. در این کتاب نتایج الافکار از آیت الله گلپایگانی، النواسب مطلق المخالفین لا طائفه خاصه منهم، میگه که نواسب همه مخالفین هستن نه یک گروه خاص. و میگه که در مورد کفرشون و کفر مخالفین و نجاستشون مطالبی رو هم ذکر کرده و یکی از علماشون. تشکر میکنم از احمد جان. در اینجا میگه که در کتاب الطهاره از شیخ مرتضی انصاریشون آوردن که در اینجا میگه که النسب لا یختص ببغض اهل البیت، ناسبی بودن فقط بغض اهل بیت نیست، بل هو مطلق من قدم الجبت و الطاغوت، کسی که ابوبکر و عمر رو مقدم بدانه این ناصبی است. اقول و یؤکد بل يدل علیه ما تقدم فی حکم غیر 12 من فرق الشیعه.
حتی غیر اثنا عشریا همه فرقای شیعه هم ناصبی هستن. این در این کتابش. در علل الشرایع در اینجا چی میگه؟ امام صادق میگه که امام صادق فرمود که مقصود از ناصبی فردی نیست که با ما خاندان پیامبر دشمنی کند، زیرا کسی را پیدا نمی‌کنی که بگوید من محمد و خاندان محمد را دشمن می‌دارم، بلکه مقصود از ناصبی کسی است که شما را دشمن بدارد و بداند که شما ما را دوست می‌دارید و اشیایان ما هستید. چقدر هم از خود راضی. در مورد کشتن ناصبی هم چی گفته؟ گفته که امام صادق میگه که فرمود خونش حلال است، اما بر تو میترسم اگر توانستی دیواری را بر روی وی خراب کنی یا در آب غرق نمایی تا علیه تو شاهدی نباشد این کار را بکن. پرسیدم در مورد مال وی چه نظر داری؟ فرمود اگر توانستی مالش را تباه کن. این در کتاب علل الشرایع شیخ صدوق جلد 2 صفحه 1337 1336 1335 و 1334 این مطلب اومده. اگر که بخواید این مطلب را هم خدمتتون نشون بدم، یکی از علامات نواصب در محاسن نفسانی فی اجوبة المسائل الخراسانیه میگه که یکی از علامات نواصب این است که صیغه نمیکنن. هر کس که صیغه نکنه اون ناصبی است. تشکر میکنم از احمد جان. در همین کتاب، در کتاب المحاسن نفسانی فی اجوبة المسائل الخراسانیه از آل عصفورشون در صفحه 147 چی میگه؟ ولا کلام، هیچ جای حرفی نیست فی ان المراد بالناصبه، که منظور از ناصبی کی است؟ هم اهل تسنن، اهل تسنن الذين قالوا ان الاذان را ابی ابن کعب الاخری، یعنی ناصبی یعنی اهل تسنن. و گفت که این کسایی هم که این حرفا رو میزنن اینا انسانهای جاهل هستن، انسانهای احمق هستن. همون اصطلاحاتی که آقای بیننده عزیزمون آقای احمدی خیلی خوششون نمی اومد. الان من یکی از این جاهل‌های احمق حوزه علمی قم رو خدمتتون نشون میدم. احمد جان پخش بکنید این که منافقت آخوند. وقتی یک سنی رو دیدید با کمال احترام با او برخورد بکنید، با کمال ادب و احترام. بر پدر و مادر هرچی سنی لعنت. وقتی یک سنی رو دیدید با کمال احترام با او برخورد بکنید، با کمال ادب و احترام. هرچی سنی حرومزادن. چرا؟ چون او طرفدار عمر است، تو طرفدار علی هستی. شما باید فرهنگ علوی رو نشون او بدی. بر پدر و مادر هرچی سنی لعنت. که او عاشق علی بشود و بفهمد که امیرالمؤمنین چه دانشجوهایی تربیت کرده. عمر لعنت الله علیه. عجب حرومزاده خری این ابوبکر لعنت الله علیه. فوش بدی کم علی میگذارد. فوش ندید؟ فوش خیلی زشته. اینجا تو شبکه سلام این حرفو میزنن، چون تلویزیونه، مردم شیعه و سنی دارن میبینن. اون تصویر رنگ طرف سمت چپ اینجا حسینی است، در اونجا غیر از شیعیان کسی دیگری نیست. اونجا دیگه هر چی که دلشون خواست میگن و هیچ حسیب و رقیبی هم وجود نداره. اینجا اعتراف خودشو ببین. یه جوونم میمدن سوال میگن. یه جوونی گفت که حاج آقا شما نظرتون در رابطه با لعن علنی چیه؟ اینجا که همه شیعن. گفتم نه معلوم نیست همه شیعه باشن، ما که نمیشناسیم. گفت چرا؟ بعد زد رو زانوی بغلیش یه جوونی بود. گفت آقا شما؟ گفت من از سنندج آمدم، از برادران اهل سنت. گفتم بفرما. این دیگه مرد. دیدید؟ این از حقیقت مذهب شما آقای احمدی. اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا. با مؤمنین که روبرو شدید، با ما که روبرو شدید، نه کی گفته ما نباید تو این بکنیم، ما همه برادریم، هیچ فرقی بین ما نیست. و اذا خلوا الی شیاطینهم قالوا انا معکم انما نحن مستهزئون.